برای یک گپ میگم در ثابت قیدش کن. این گپ من در هواتون داخل دارم. تا وقتی که پدر مادرت هستی کو با قدرش براز. وقتی که دنیا که میگذره گت نمیتونیش گفتی تو ذخیره میشی. تو وقتی که هستی در زنده هستی مادرت ناحرمتی میکنی، غمش میتی، اذیتش میتی. خیلی که وقتی که دنیا که میگذره بعد با قدرش میرسی. تصور کن که دیگه آدما را که تو میبینی با مادرشون اصلا خوشحال هستند. تو از مادر که نباشه تو دیگه زور گیره میکنی و دردون در جای بیا یادت کردن میکنی دیگه فایده نداره. برای همون یک گپ مرا گوش کنید و قدر پدر و مادر برسه در زندگی فقط خوشحال باشید.